خوبی؟ الو آقا، من اونجا گشتم شما نبودی. الو رضا چیه خانم؟ چیزی نشده، 4 تا دونه بخیه است. ای خانم، بچه رو ببر بیرون. رضا خوبی؟ من خوبم، نگران نباش. خانم چی شده؟ خانم گفتم که چیزی نیست، برو بیرون، صدات میزنم. سلام. شما بهش زدی؟ خانم به خدا تقصیر من نبود، نمیدونم. تقصیر تو نبود، نمیشه بلای سرش اومده؟ خانم متوجه نمیشی بهت میگم برو بیرون؟ آقا گوشی شوهرمو بده. درست بگو ببینم چی شده، کجا بهش زدی؟ خانم به خدا من داشتم رامو میرفتم، نفهمیدم یه دفعه چطور شد. نفهمیدی؟ از آسمون که نیافتاد جلوی ماشینت. من رفیق رضا. چطوری عمو؟ من تا حالا شما رو ندیدم. ما با هم همکاریم. قرار بود بیاد پیش من که ظاهرا حالا تصادف کرد. من نمیفهمم، رضا که اصلا قرار نبود تهران باشه. آره اتفاقا به منم گفت که قراره تازه بیاد تهران. آخه چرا سر خود زنگ زدی خانمو نگران کردی؟ خانم زنگ زد به خانم گوشیش، پرستار عکسشو روغن گرفتم شد. اگه. خانم شما میتونی بری داخل. بیا اینجا بینم بابایی. گریه نره بکرد. خوشگلم. خدا رو شکر مثل که حالشون بهتره. چی میگی آقا؟ شما به این وضعیت میگی حال خوب؟ من واقعا شرمنده‌ام. بیا کمک کن. باید ببریمش ته راه رو، دست و پاشو گچ بگیرن. مگه دست و پاش شکسته؟ نه حالا به اون شدت. بیا کمک کن دیگه. یه ذره مو بردشه، چیزی نیست. آروم بابا. مواظب باش. مواظب باش. یه رضا اینو بگیر، بخور ظرف کردی. آقا برو صندوق، پول گچ رو حساب کن، یه جفت اسبم بگیر بیا. سریع. آروم. بله خانم رحمانی میدونم. من معذرت میخوام، واقعا یه مشکلی پیش اومد نتونستم بیام. حالا با توجه به اینکه میگین آقای دکتر نیستن چند وقتی، میشه من باهاشون تلفنی حرف بزنم؟ یکم حالا دخترم خوب نیست، بعد از عمل اصلا اینطوری نشده بود. باشه حالا هر وقت سرشون خلوت شد پس به من اطلاع بدین که من باهاشون حرف بزنم. ممنون. خدا نگهدار. دخترتون پیوند کلیه داشته؟ بله ولی یکم حالش خوب نیست، من نگرانم. نه نگران نباشین، ولی باید تا چند وقت مراقب باشین دیگه که وقت خدایی نکرده کلیه پس نزن. حالا تا جایی که من میدونم یه سری علائم کلی داره، مثل فشار خون بالا، تب، سرگیجه، حالت تهوع. ولی این خانمایی هم که من میبینم خیلی هم حالش خوبه، مگه نه؟ رضا تو تهران چیکار میکنی؟ خیلی باید مراقب باشید. فقط 2 ماه دیگه بیاین تا ببینیم دشا وضعیه. چشم. شما برو بیرون، من میارمش. چیو داری از من قایم میکنی؟ این یارو کیه؟ تو مگه الان نباید شهرستان سر کارت باشی؟ ما کارمون اونجا تموم شد. تازه اومدیم تهران. بهزاد صاحبکارمه، با هم اومدیم اتفاقا.
من داشتم میمدم خونه یهو نمیدونم چی شد ماشین زد بهم. نه آخه اینجوری که خدا رو خوش نمیام. خب خسته شدم از بس که زنگ زدم. خب من الان احتیاج دارم. خب حقمو میخوام. الو عوضی. آقا به خدا من آدم گرفتاریم. من نقاش ساختمونم 2 ماه پیش از بالای الوار افتادم. من خودم پام شکست، لگنم مو برداشت. من همین امروز گچ پامو در آوردم. آقا تو رو خدا من 2 ماه دارم از جیب میخورم، گرفتارم، صاحب کارم دستمزدمو نداده. مراحل قانونیش طی بشه. میدونم ولی آخه من 3 روز پیش بیمه ماشینم تموم شد. خواستم برم تمدید کنم ولی نشد. بیمه نداری؟ آبجی تو رو خدا شکایت نکنی. تو رو خدا من ندارم پول دیه بدم. حالا خرج بیمارستان دوا دکتر یه خاکی تو سرم میریزم ولی زندگی به هم میریزه. به قرآن مجید من بچم همسن دختر شماست. خانم پرستار ببخشید مأمور نمیاد تصادف ما رو صورت جلسه کنه. امشب چند تا تصادفی داشتیم، متهما رو بردن کلانتری ولی زنگ زدیم گفتن میاد. شما هم فعلا تو همون اتاق باشین تا بهتون بگم. خب اجازه بدید من میبرمش. بعد کاری کردم نذاشتم رو زمین بمونه، خودم آوردمش بیمارستان. بده من. برو. اصلا معلوم نیست با چه حالی نشسته پشت موتور. بیرون. مامان دستشویی. من میرم بیرون، مأمور اومد برای شکایت بیارم امضا کنم. الو. چی؟ الو. نمیخوام شکایت کنم. چی؟ نمیخوام شکایت کنم. مرتی که مگه من مسخره تو هم منو چند روز علف خودت کردی؟ هوی چته؟ تمنا برو بیرون وایسا. الو. سلام خانم رحمانی. خیلی ممنونم. سلام آقای دکتر. ببخشید من میخواستم حضوری بیام ولی یه مشکلی پیش اومد نتونستم بیام. الو. الو. بله من میگم اینجا آنتن نیست، بذارید من یه دقیقه بیام بیرون باهاتون حرف بزنم. کامل نشکسته. چیکار کنی رضا؟ رضا خور درد نکشی. چته؟ رضا 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 بخور درد نکشی. خدا برو رضا حرف بزنی آبروتو میبرم. حرف بزن. تکون نخور. نفس نکش. چه غلطی داری میکنی مرتی که کثافت. کپی چک بابته. حالا برو بهش بگو بیاد شکایت کنه. اینجا چه خبره رضا؟ چک بابای من دست این مرتی که چی کار میکنه؟ بهش بگو همین مرتی که پول عمل بچه‌شو داده. چی میگه این رضا؟ تمنا مامان برو شلوار تو در بیا پاتو آب بکش تا برات شلوار بیارم.
چند وقت پیش با بهزاد آشنا شدم. از بابات به بهونه ضمانت وام چک گرفتم، دادم به بهزاد. اونم پول عمل تمنا رو داد. عوضش قرار شد صحنه‌سازی تصادف کنیم تا از بیمه پول بگیریم. یه قرض سفت و سختم من با ایشون بستم. قبلا هم بهش گفتم تو این کار باید دقیقاً یه دفعه خیال کردم شوهرم مرد شده مشکل حل کرده که الان اینجوری شده. من الان چه غلطی بکنم؟ خاک بر سرت رضا. من مرد نیستم؟ کم دویدم توی زندگی؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ پاشو برو بیرون شکایت رو بنویس. تمنا شلوار تو در آوردی؟ ما قرار نبود بزنیم به این. من پشت موتور تعادلم به هم خود خوردیم به ماشینش. این مردی که همین الانش هم داره لنگ میزنه. خودش گفت امروز پاشو از گشت در آورده دیگه، حتما رو پاش تسلط نداشته. ما می‌خواستیم از بیمه پول بگیریم، نه از یه بدبخت‌تر از خودمون. بی خود کرده با این وضعیتش نشسته پشت فرمون. انقدر آدم بود که منتظر آمبولانس من استاد، خودش من رسون. خودتو شستی؟ بی خود کرده وقتی بیمه نداره میشینه پشت فرمون. من بیشتر زخما واسه قبل تصادف. به جهنم. اصلا مهم نیست رضا، این چیزا دیگه تو این زندگی بر من مهم نیست. گوش کن ببین بهت چی میگم. به جان تمنا این آخرین فرصتیه که بهت میدم. یا پا میشی میری بیرون اون برگه شکایت رو امضا میکنی، یا من برگه طلاق رو امضا میکنم. مدارک دست من اجازه بفهم. بفهم.